بابا جان مرز بخوریم همین زمین که علف داره بابا او بر چی میداریم که بطرقیم همین شفتلال بخوریم. بیایم لالا نزوم همین جیا بیایم اینه بیام آدم برات ازوم میگشتم با تاقله برات ازوم میگشتم گفتم ما ازوم داریم بیایم بخریم اینا ولی این جمع اینا همه لکه خیلی دو سه جا پرته او برام هسته جینگاله دیگه اینا برو شما برار اینا همین دستک داره بعض چوبای مثل همین لوله چیز مثل از اینا همین برار دستک برو بیشتر دستکه خشکه به اندازه باند دستم نیه اینا برو اینا من چنده گفتیم؟ اینا 300 کجا من 300 خنجاک لولو اینا خنجاک با من 20 روپیه برو جو من 20 روپیه چنده؟ من 20 روپیه کله تو خرابه 20 روپیه اینا جنگله حالا من 10 روپیه اینا رو میارم با تا گاراژ به 10 روپیه به تو لنگ خر من 10 روپیه اگه من 10 روپیه میاردم شما به تا غلا چی مستی بعد ازون خیر ببین بیا بریم به شهر من 15 روپیه می اثرم اینا خوش شما میرتیم اینا برو جنگل من نه برو جو اینا چه راز بشین دیگه ما عرق کردیم خشکه چند میشه چند داریم اینا 25 خروار میشه 5 میشه نه خیلی مشکل نداره لالا اگه به قیمتی جور میین برارم بگین که ما وقت غذایی نکنیم اگه جور نمیین که من بریم 4 تا دیدگی بری بخوریم خب خیلی به چند من که یک جا به شما جمع کنیم اونجا پرته بودم مزدا متعب بیاریم بار کنیم بریم لالا اینا به تا شهر بیاونه به تا گاراژ ما اینا به 12 خرید و فروش میشه خب چند من شما خشکه اینا برو روی ترار بدم حال کاره کن اینا رو به 2 روپیه میدم خشکه برو جمعه با زمان نگاه بکنیم خوش به دری به ما برو نه بابا به دری بکن نمیریم زحمت کشیدیم میاریم به اونجا میاریم به شهر نه به شهر نمیاریم ما اینا جمع میکنیم و میتاس به خیلی میاریم اینجا آخر من 15 به شما حساب میکنم اگه ما استمونه بیونه بده چند کرا تو گفت یا پس گوسفند بره بالا برو بگردم بده چکیه کی لاس فجل میخوری کسی هم نمیخوره اونا چه دیگه اینا اینجا پرته دادن که جمع کنیم بفروشیم دیگه اینا کنه اینجا حدو پرته دادیم اگه خریداریم که بخریم به ما 12 روپیه میدی نه برو جا قیمت 15 روپیه به 13 میدی مردم غلی ما میزون ما 2 روپیه کرایه میخوره ما هم میزون مردم خب ما هم 25 خروار زوم ما هم چیکار کنم بسته مردم دی از خوی زوم دارم باشه برو جنو فروخته میشه دیگه ما زحمت کشیدیم اگه میدی با اگه بالاتر مستم بیا اگه ما تو هر چی مستیم تو نه 15 خیر اگه ما اون بیانه بدین نماسته خدافظ شما دیگه دیگه برو جنو خوشگه برو به 14 هم نمیدی نه برو جنو بیا نگاه کن 15 ماست بیا نمای خدافظ شما اینا دستک نداره که تو میگی دستک تو 15 په 15 پول په این نمیه یا اینا دستک نداره خوشگه اینا این تعمیه که تو میگی همه جینگل برو رحمت با جینگل هست سه کنه من ایزون خوش به شما میدم اینا اگه ما تیمون 15 به بیانه بدیم قراره که دیگه نمازگر متدخل بیاریم عمل بار کنیم بعد شما دیگه مرغ شما یک لنگ داره برو دیگه من 20 روپیه گفتم با شما گفتم از شهر اومدیم برات شما اومدیم مشکل نداره ببینید 500 بیانه همه لالا جمع کنیم به یک جا جمع کنیم نمازدگر ما به خواور اینا مگه دو خواور میشه مگه خواور بیشتر هم میشه اینا جینگل جا خیلی میگیره برو جو صحیحه خلاص نمازدگر میام همه میبره صحیح اگه نه 15 شد خلاصه به 15 ولی همون تو میبریم به شهر خودش لالا میبریم به شهر اینجا با اسکولا کلون اینجا میکشیم بریم بخیر بریم خداحافظ خداحافظ نمازدگر جمع شو برو که ما وقت نداریم هر روز به خدا خیلی هم هست دیگه سه کار چیکار میشه گیلگو بیا بیا که خودت جمع کنیم بخیر این روز ما رو مفرستیم بابا اینا به یک نفری دو نفری میشه که دی برای جمع کنی ای برای جمع کنی او برای جمع کنی اونا رو جمع کنی آب درخت کلون کشکو بیار آب بستگه کشکو ای دل سفر کن تا کروخ با دل نوازی لاله رو دیگه همون جا 4 بیتین ها بخون یک شاخه کش بگیری 3 ساعت 6 تا خوبه خیلی بیا دیگه اینا بیا بیا دیگه اینا رازی برم اینا کش کنم یا اونا حل شد من اینا کش کرده بودم حالا میارن دیگه اینا نیارم
کاش کنه یه لکو چهار بیتی باشه اینا خیلیه من ایرو بمونم که مرده کم میگه سوزی اینا رو جمع کنیم به دور خواهدم یکی متعیب زم اشته بیاریم همنا اینا از دو موضوع بیشتره اینا رو بیاریم چکار کنیم؟ اما اینا از دو موضوع بیشتر سه که اونجا پرته و اینجا پرته چی گو بچگه؟ زودتر اینا رو جمع کنیم همینا اگه دست نبر اما 20 از پی ایزومه که چه دوباره اینا اشتا کنیم؟ پیله جوتی یک کاری کن تو ببر من اینا رو بدون فرق نمیشه بریم اول اینا رو بیاریم اینجا آنال خرابه که موتر از این نمیای به زمین از این پلواشش کاش کنیم چین اینجی بیاریم چین سرک یک کاری کن اینا خیلی بدون فری نمیشه چکار کنم؟ هم توش حالش میشه همه گیلک بگو خوب اگه یاد داشته بشی اشته به سر این مردم غریه خودت فیلم بازی کنی اشته فیلم به شرط گیلک که بتونی بازی کنی اشته قراره که دیگه بود از اون جا سر شروع کو جخ کش او کمک میده های مردم کمک میده او هر کس که به جلوتو نماد اون خودت خو کش کو بیا رو به زمین کی کمک میده؟ امی تا دروغ بگو کمک میده که خودت تو بیا نفر جمع کنه که می زمان زودتر خلاص کنیم برای کار خودگه بچه مله غلگیات من کس به جلوتو میخوره بگو کمک میده بیکارار یا کارکنار؟ اگه کار میکردن جخ کش گیلک آیت گوشنگی مردم غلی مولورس میرم که کارم بکنم بگی کمک میده دو پودر هم غاز میکنه باید کمک میده خوبه بفهمیدی؟ تو برو اینا تا وقتی بیار اینجا برو اما هر کس بجیر تو بیارم کمک میده بیا رو به زمین با اینجا خودت میگم کمک نمیاری زمان خودی ما جمع کنیم زودی بیای خوبه نشه که با تو نمازی اما بری گم شی نه با تو 200 نفر جمع میکنم آفرین بده گیلک خودت بگم چاش چیز میزی من به ننه زنگ دلم چیز میزی بول کن قصه شکمای نشو برو طول نفر نورده به قصه شکمای نمیشه با من بخاطری یار نباشه نمیچرونم رمن چکی بود بگی بیایه اونجا کمک میدم بده رستکه بده بخی شده که خلاص شده خلاص شده بده اونجا کمک میدم بده تو چی کردی زیاده که بده اینجا سنگ هم دیگه بعد دیگه دست میخوره خورشه و برگ و اینا هم دیگه باز موضوعم یک چکی ای مسته بشی بگیری گره همه جور چیکاره؟ بابا پول عندي تیار که کمان ما میفتادم چیکار پگی لگی کمک بریم نگه بری چی؟ مرچن اینجا آوردی دیگه گفتی بریم کجا بری؟ آخی با ما گفت کمک میدم تاقله بریم عباس تا عباس کمک میده چی کمک میده؟ عباس کمک میده چی کمک میده عباس؟ بخشش باشه لا نور سعی کنه شما یک گپ به شما میگم همین زوار گفت وقتی ما میده خیلی اینا بدون فکش کردن نمیشه بگی لا گفتم برو بس از اینا فیلم بازی کن بگو کمک بده اینا خودم به فلکی کار کنی ثواب بابا جان امرو نوبته من آخی میفهمی که او پیدا نمیشه هر ساعتی یک جنجال امریکا این با این بیا ماده بخسته که چه کاره؟ برنگ شما شه کله گنده بیا خرج خود کار کن دیگه چاره؟ کار کیار شما نی بیا دیگه ما مفته به شما ایدون تبالا کن یا بگی بابا چاش اگه سگسته توزی شغال مقال گرگه چیزی بخوری چکار بابا چاش مردن و مرغ زنده به شما میکشه یا چاش نون هست به فلکی خرج خود میتونی تو چی بکاره که تو نمیتونی 4 من ازم ببری ایزومه اینا ایزومه اونا ایزومه حالا اون زرامه رو بیاوردیم و پس اشته برون تا اونجی یا نه کلا رو فلکی نه یک پیش خوب کار میدم بگیرین خوب بدنی دم کس
سرگی برو. دیگه نگی که کمک بده. بار از کار بار خو بندختی. یعنی گیلک پیش خو گفته بوده. فهم سرم برار خو. و بیای خودی ما کار کنیم بخیر. مرد بیایم کار کنیم. بابا نانیم میگم به شما مرغ وطنی بکشه. هیچی نمایم خود شما بخوره. بیا کجی. بیایم خودی ما کار کنیم. اگه یک گوز مرگوز بنده گرگی بخوره میتونی تاونیر بدی. من اونار به یاد خدا یله کردم. با تو بگفتم که نخوا شد. چه کار کن دیگه برو مادر خو بیاری جو کار کنه دیگه. میشه بعد لیلا بلخوره میته پرتوی نداد. کجی گوش بند نخوره میته یله کرد. تو از دروغ هم دیگه اینا. از دروغ آمدن. آره کی از دروغ آمدن بگیر فرض گیلو پر نمیشه ولی خلاص بشه تو یک یک خلاص شه بگیر کش میکنه بگیر به خواب که بگیر برو کش کن